در فلسفه میگیم هر معلولی عین الربط به علتشه. مثل چی؟ مثل نور که عین الربط به خورشید. مثلا اگر منبع نورمون خورشید باشه، یعنی اگر نوری هست پس خورشیدی هست، اگر خورشیدی هست پس یک نوری هم هست. و نور بدون خورشید هیچ هویتی نداره. حالا ربطش به اسلام چیه؟ اسلامنا همون عین الربط به خداست، یعنی هرچی از سرچشمه وحی میاد پایین همون الهیته. حالا مشکل کجاست؟ وقتی ما به معلول نگاه میکنیم جدا از علته، به معلوله نگاه میکنیم جدا از اون علته و بگیم مثل اینکه یه نوری که افتاده روی دیوار لکه‌دار بگیم این دیگه خورشید نیست. پس کسی که اسلام را در رفتار مسلمانانی مثل من، مسلمانانی که ناقصن، انسانهای ناقص ببینه، یا در تاریخهای پر از اشتباه، تاریخها پر از اشتباه، شخصی مثل من، مثل افراد دیگه یه چیزی دیده نوشته، خب شاید اون موقع که این روایت رو نقل کرده اشتباه کرده. تاریخ پر از اشتباهاته. تاریخ رفتارهای افراد ناقص و برداشتهای شخصی ببینه مثل اینه که لکه یک تکه سنگ که یه نور خورشید خیلی ضعیف بهش تابیده روی اون لکه سنگ، بگه این پس همون خورشیده. نه عزیز من، تو اگه میخوای اسلام رو بشناسی باید از خود قرآن، سنت اهل بیت علیهم السلام و عقل سلیم بشناسی. اسلام رو همیشه باید از سرچشمه شناخت، نه از سایه، چون همیشه علت فراتر از معلوله و تمام.